امروز در مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان دیگرگونی که به بودجه دولت تاجیکستان برای سال 2017 وارد کرده شد به صاحبکارانی که به تاجیکستان ماشین های نو، یعنی که مدت استحصالشون 1 سال را در بر میگیرد و گردششون 10,000 کیلومتر را در بر میگیرد سبکی داده شد و 50% باج گمرکی کم کرده شد. این سبکی به خاطر آن بود است که از ماشین های کهنه و فرسوده جلوگیری شود و ماشین های تازه به تاجیکستان وارد کرده شود. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان ضمن معرفی طرح قانون درباره وارد نمودن علاوه به قانون بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2017 گفت که این قانون برای 4 نوع‌های ماشین ها سبک‌رو، باربر، مسافربر و مخصوص دخل دارد. و افزود که طی چند ماه گذشته به کشور 229 ماشین وارد کرده شد که صاحبکاران 6 میلیون سامانه فایده صاف به دست آوردند. به گفته آقای حکمت الله زاده طبق تغییرات نو برای صاحبکارانی که ماشین های سبک‌رو وارد میکنند در گمرک سبوکه های در نظر گرفته شده است. فکر میکنم که از سبب زیاد شدن شماره ماشین های نوی وارد شونده بودجه ضرر نمیبیند، برعکس ممکن درآمدهای علاوه‌ای که به بودجه میشن وابسته به کم کردن پرداخت‌های گمرکی از این زیاد خواهد بود. در آغاز سال جاری رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در پیام خود به پارلمان سفارش داده بود که حجم باج گمرکی برای واردات ماشین های نو 50% کم کرده شود، زیرا این امر برای بهبود وضع محیط زیست و تامین امنیت مسافران و راننده ها تاثیر مثبت میرساند. اما برخی از تاجران ماشین انتظار داشتند که چنین مقررات برای ماشین های تولیدشان تا 3 سال راه اندازی می شود. گذشته از این برخی از صاحب نظران ادعا داشتند که چنین پیشنهاد به منظور واردات ماشین های سبک‌رو ساخت ازبکستان ارائه شده است. میرزا نبی خالقزاد، شادمانی یتیم، رادیو آزادی دوشنبه.